بسم الله الرحمن الرحیم. در این روز من در تهران بودم. خبر یک حادثه بزرگ را که در تاریخ انسانیت سابقه نداره شنیدم. احساس می بود که امریکا حتما انتقام خواهد کشید و به حیثیت و اعتبار امریکا صدمه سخت رسیده. جبرانش هم دشوار، جز از طریق هجوم و حمله بر افغانستان شاید بدیل دیگری را انتخاب نکنند که یک اشتباه بود. آقای کسری ناجی شاهدند که در او روزها مصاحبه با ما داشت و در همین رابطه پرسید که موضوع شما چه خواهد بود. امریکا قصد حمله بر افغانستان را دارد برای جبران حیثیتی که صدمه دیده. موضوع شما چگونه خواهد بود؟ من به اونا گفتم که لازم است قصر سفید اشتباه اتحاد شوروی را تکرار نکنه. اینا میتونن برن و کابل را تصرف کنن ولی با عاقبت شبیه به اتحاد شوروی مواجه خواهد شد. امیدواریم اشتباه را مرتکب نشود. اینا اگر از کسی انتقام میکشن خب برن، کسایی که در این حادثه دست داشتن، پلان ای را درست کردن، عملا اقدام کردن، از اونا انتقام میکشن. حقیقت امر است که اسامه ابن لادن طراح حمله نبود. طراح حمله کسی بود که از عراق بود و در غرب تحصیل کرده. 18 نفر دیگر هم آماده عملیات کرده بود. اگر اسامه در این عملیات نقشی هم داشت، فقط یکی او را در جریان گذاشته بود، فقط. اما عملیات یقینا از سوی کسانی طراحی شده و در شرکت کردن و عملی شد که اینا همه در اروپا و در غرب تربیت شده بودن. تحصیل کرده های امریکا و اروپا بودن، ولی قربانیش ملت ما شد. درست. در نتیجه حادثه ما بیش از 1 میلیون شهید داشتیم، بیش از 6 میلیون مهاجر، بیش از 3 میلیون آواره، یک کشور کاملا ویران. امریکا انتقام خود از ملت مظلوم ما کشیدن. بله. رابطه شما با بن لادن چطور بود؟ چون وقتی که اسامه بن لادن در افغانستان بود در کنار مجاهدینی مثل شما قرار داشت. اسامه ابن لادن در جریان حادثه قبل ازی و بعد ازی در کنار طالبا بود و چند سال در کنار طالبا گذشتانده. ولی در زمان مقاومت و جنگ آزادی علیه تجاوز اتحاد شوروی اینا با مجاهدین هم روابط داشتند، با گروه های متعددی، یکسان، با برخی بیشتر، با برخی کمتر. اما بعد از اینا در کنار طالبا بودند و همواره طالبا را همراهی کردند تا روزی که حکومت طالبا سرنگون شد. بله. گفتید که خوب بود که با عاملان این قضیه آمریکایی ها برخورد میکردن. اون لحظه اونها فکر میکردند که اسامه بن لادن پشت این قضیه هست و طالبان از اینکه اسامه بن لادن رو به آمریکا تحویل بدند خودداری کردند. عرض کردم که خوب او یک فرد بود، در عملیات هم عملا نقشی نداشت. طراح عملیات هم او نبود، او را فقط در جریان گذاشتن. 19 تنی که در عملیات شرکت کردند و همه به شهادت رسیدن، خودشان هم طراح عملیات بودند و هم در این عمل شرکت کردند. چرا باید انتقام این حادثه را از افغانهای مظلوم بکشند؟ آقای حکمتیار، البته خب بعضی این رو میگن انگشت اتهام رو به طرف غرب نشانه میگیرن، ولی خب شواهد زیادی ارائه نمیشه. ولی شما وارد جنگ مسلحانه با آمریکا شدید بعد از اون، چرا؟ به ما گفتن که خب ما در هر صورت میاییم. موضوع حزب اسلامی چی خواهد بود؟ موضوع خودت شخصا چی خواهد بود؟
ما گفتم من هیچ بدیل و انتخاب دیگری جز یکی در کنار ملت خود بیستم، از کشور خود دفاع کنم و به سنگر برم. انتخاب دیگری ندارم. صحیح. مگر میشد من انتخاب دیگری داشته باشم؟ ولی آقای حکمتیار، کسانی که از این موضوع انتقاد میکنن، بله، کسانی که از این موضوع انتقاد میکنن میگن که طالبان، افرادی مثل شما شاید فرصتی طلایی رو هم از مردم افغانستان گرفتید، فرصت بازسازی، فرصت شکوفایی اقتصادی. عجیب است. نیروهای ناتو آمدن برای جنگ، با توپ و تانک و تیاری خود آمدن، نه با بلدوزرهای خود. برای آبادی افغانستان نآمدن، برای انتقام آمدن. برای ما بگو اینا چی کاری برای افغان‌ها کردن؟ گفتیم که 6 میلیون خانه‌اش ویران کردن و به هجرت مجبور کردن. ولی آقای حکمتیار بخشی هم بازسازی بود، مثلا راه‌های متعدد، سدهای متعدد، سد کجکی در هلمند، مثلا شاهراه قندهار به کابل و پروژه‌های خیلی زیاد. عجیب است شما از شهرهای کابل قندهار نام میبرین. لطفاً بیاین یک بار امی شهرهای کابل قندهار از نزدیک ببینین. تأسف میکنین، تعجب میکنین. امریکایی همین کارم نتونستن انجام بدن. یک سرک کاملا ویران در حالت خیلی بد. شما این یک دستاورد تلقی بعد از جنگ با طالبان. بله. آقای حکمتیار، این روزها شما خیلی به طالبان خوشبین هستید، ولی دست کم در کابینه‌ای که حالا تعیین کردند سهم قابل توجهی به شما ندادند. همکاری و حمایت ما از طالبان قطعا مشروط به این نیست که ما در حکومت با اونا شریک باشیم. بدون قید و شرط از اونا حمایت میکنیم. معتقدیم چند کار بزرگ آرمان ما بود و هدف حزب اسلامی، آرمان همه ملت ما و هدف فرد مجاهدین، آزادیخواهان تحقق یافتند. نیروهای خارجی کشور ما را ترک گفتند. حکومت دست نشاندی اشغالگران هم بساطش جمع شدند. جنگ پایان یافته، دیگر خون افغان ریخته نمیشه. قبل از این هر روز بیش از 200 افغان کشته میشد و جزایر مستقل قدرت هم دیگر وجود نداره. شخصیت‌هایی را که اشغالگران تحمیل کردند، در خدمت اشغالگران بودند، به خاطر اونا و منافعشان علیه ملت ما جنگیدن و در بدلش امتیاز دادن، شهرت دادن، لقب دادن، در اقتدار اینا را شریک کردن. اینا هم دیگر نیستن و ما میریم به سوی یک افغانستان مستقل و آزاد. امروز افغان‌ها میتوانند سرنوشت خود تعیین کنند بدون فشار اجنبی، بدون حضور نیروهای اجنبی در کشور ما. این دستاوردهایی است که باید هر افغان شریف و وطنخواه این ارج بگذاره و از این حمایت کنه. درست است ما در حکومت نیستیم. اصولا هم ما با حکومت‌های ائتلافی میانی خوبی نداریم. او را به نفع کشور خود تلقی نمی کنیم. در این اداره اگر ما این اداره فعلی را، اداره نوی طالبان را با همه کابینه هایی که ما در 50 سال شاهدش بودم مقایسه کنیم، این ما ترجیح میتونم و هر افغان شریف و این را ترجیح میدم. گفتید جنگ تمام شده، احتمالاً شما هم تصاویری از پنجشیر رو دیدید. گفتید خونریزی تمام شده، ولی کشته های زیادی در همین تصاویر دیده میشه. تبلیغاتی است که حقیقت نداره. در پنجشیر فعلا تا حد زیادی امنیت تامین شده. این باید در نظر داشته باشیم که برخی از کشورها در رأسش امریکا، اونایی که منافع خود را با ادامه جنگ در افغانستان گری زدند، بر ادامه جنگ سرمایه گذاری داشتند، در کمینن، میخواین ثبات و امنیت در افغانستان تامین نشود، جنگ ادامه کنن. اینا میخوان که از پنجشیر یک حادثه درست کنن، یک سنگر درست کنن. و شما دیدین که وسایل زیادی در این مدت، حتی بعد از سقوط حکومت نجیب، وسایل زیادی وزارت دفاع انتقال شده به پنجشیر. در این مدت 20 سال هم تعداد زیادی از وسایل امریکایی به پنجشیر انتقال شده. برای چی؟ چرا همه ولایات دیگر را خلی سلا کردن؟
DDR کردن، سلاح را جمع کردن، توپا و تانکای روسی را تخریب کردن. در پنجشیر چرا ایران ماندن؟ چرا نرفتن که پنجشیر هم خیلی صلاح کنن؟ چرا همه وسایل، صدها تانک و توپ، هلیکوپترها به مهمات به اندازه‌ای که برای یک کشور کفایت میکنه، برای یک اردو کفایت میکنه، این همه به پنجشیر انتقال شده. امروز ما از کانگرسمن‌های امریکا میشنویم که احتمال یک جنگ داخلی در افغانستان زیاد شده، در حالی که احتمالات جنگ داخلی و قومی در افغانستان بساط جمع شده. چرا اونا میگوین که از پنجشیر حمایت کنین؟ چرا میگوین که پنجشیر به رسمیت بشناسین؟ چرا میگوین که ما باید برگردیم به افغانستان، مثل که به عراق برگشتیم، مثل که به سوریه برگشتیم؟ این همه نشان میده که اینا تصمیم دارن ثبات و امنیت در افغانستان تامین نشود، افغانا را نگذارن که زخمایی را که در 20 سال اشغال دیدن، جسد خونی نشان التیام بیابه، امنیت و ثبات در افغانستان تامین شود و ما دارای یک حکومتی باشیم که مرکزی، توانمند، قادر به اداره کشور، مورد حمایت اکثریت مردم. چرا نمیگذارن که ما سرنوشت خود تعیین؟ آقای حکمتیار، تصاویری که از پنجشیر منتشر شده بیشتر نشون میده که طالبان با ادوات سنگین وارد اون دره شدن. در هر صورت شما و آقای عبدالله و آقای کرزی، اجازه بدین عرض کنم که بله بفرمایید. اجازه بدین عرض کنم که طالبان بقیه ولایات را اکثرا بدون جنگ و در نتیجه حمایت مردمی از تسلط حکومت کابل بیرون کشیدن، اما به پنجشیر نرفتن، اینو به تأخیر انداختن. از پنجشیر اعلان جنگ صورت گرفت، طالبان را مجبور کردن برن به پنجشیر، خواستن از طریق تفاهم و مذاکرات معضله را حل کنن، ولی اونا راه جنگ را انتخاب کنن. مگر طالبان انتخاب دیگر جزئی داشتن که به طرف پنجشیر هم برن؟ فعلا طالبان در پنجشیر کسی را والی تعیین کرده و مسئولین اداری ولایت که هم از پنجشیرن، از جای دیگری نرفتن، کسی را از جنوب یک پشتون را در پنجشیر توظیف نکردن، به خود مردم پنجشیر اداره ولایت را سپرد. خب آقای کرزی و آقای عبدالله اعلام کرده بودند که در همکاری با شما گفتگوهای رو با طالبان شروع کردید. به کجا رسید اون گفتگوها؟ اصلا مذاکرات رسمی با طالبان از سوی شورای هماهنگی که درست شد صورت نگرفته و اونا طالبان هم مشکلات خود را داشتن. خلایی را که از ناحیه عدم وجود یک حکومت و اداره و میان آمده این را باید پر میکردن، مجبور شدن به طور عاجل و فوری تصمیم بگیرن و یک اداره موقت درست کنن. اداره را که فعلا ساختن طالبان به طور مکرر میگویند که یک اداره سرپرست و موقت است به خاطر پر کردن خلایی که به وجود آمده، اما در رابطه با حکومت آینده حتما با همه اطراف تاثیرگذار با مذاکره می‌نشینند و یک حکومت همه شمول درست میکنن. ما امروز تصاویری دیدیم که در ادامه برنامه هم به اون خواهیم پرداخت از حضور جمعی از زنان در یک نشست در حمایت از طالبان. از نظر شما این نوع از حضور چیزی است که مطابقت میکنه با اصول اسلامی و زنان باید به همین شکل در اجتماع اگر حضوری دارند حضور داشته باشند و آزادی و دموکراسی رو هم محکوم بکنند؟ مگر ممکن است یک مسلمان آزادی را محکوم کنه؟ مگر ممکن است یک مسلمان متعهد به اسلام و ارزش‌های دینی و اسلامی زنها را از حقوق مسلم اسلامیشان محروم کنه؟ به هیچ صورت افغانایی را اجازه نمیده. باور دارم که اکثریت ملت ما، اکثریت زنها از چیزی که در 20 سال دیدن به سطوح آمدن، تغییر میخواهند، تغییر مثبت. غرب هیچ چیزی برای زنها نداد جز غم و درد و اندوه و زخم. یتیم، بیوه، فرزندش کشته شد، شوهرش کشته شد، برادر و پدرش کشته شد. 1 میلیون افغانا به شهادت رسیدن. 6 میلیونی که مهاجر شده قسمت عمدیشان زنان. اینا چی دادن به زنان؟ یکی 20-30 نفر در کابل و در هرات و در اینجا جمع کردن
و اکثرشان هم کسایی که سابقه کار همکاری با نیروهای اشغالگر دارن. اینا هرگز از زن افغان نمایندگی نمیکنن. اینایی که امروز در حمایت از طالبان جمع شده یک بخش از جامعه ماست و احساسات اکثریت مردم را تمثیل میکنه. در مورد حجابشان باید عرض کنم که در رابطه به حجاب بین مذاهب مختلف اسلام تفاوت‌های وجود دارند. احناف معتقد به ایستند که زن فقط حجابش امو است که در مراسم حج باید مراعات کنه. روی در جمله حجاب نمیاد، دست و پا در حجاب شامل نیست. زنها میتونن کار کنن، زنها میتونن به تحصیل بپردازن، تعلیم کنن. هیچ محدودیت هایی هم نمیشه بر اونا وضع کرد. زنها در جهاد شرکت کردن، هیچ کسی نمیتونه مانع کار و تجارت اونا شود. در هر عرصه میتونن اینا فعال باشن.